سه‌شنبه 19 ماه می سال 2014 برابر با 19 ایار 5774 و 29 اردیبهشت 1393 سالهای ایرانی هست. انشاءالله که هشیم برای همون عمر طولانی بده تا 120 سال انشاءالله. آمین. امشب ببینین چجور اتفاق میفته که همه چی با هم دیگه میاد، همه چی با هم دیگه میاد. بعد با عمر پاراشای هفته توی سفرت عمر هستیم، 2 هفته دیگه میرسیم به خگ شبوعات، همه این چیزا با همه. بعد ببینیم ربطی که این چیزا با هم داره چی هست. توی پاراشای هفته خوندیم این به خوکوتای تلخو وید بشوتای تیشمورو و اسیتم آتم. راشی میبینه که توی پاسوکه چند تا کلمه زیادیه نوشته این به خوکوتای تلخو وید بشوتای تیشمورو. یعنی چه میسوتای تیشمورو؟ یعنی که میسوهای تورا رو انجام بدیم. پس این به خوکوتای تلخو یعنی چه؟ مگه میشه 2 بار تورا به ما بگه چی کار بکن همون کارو بکن؟ نمیشه. پس به خوکوتای تلخو اگر که یعنی این منظوره که بریم و کار میسارا انجام بدیم، پس چرا بعدش نوشته بهتون شوتای تیشمرو و وقت دوباره نوشته و اسیتم اوتا؟ یعنی خود پاسوکه یه چیزی که خیلی خیلی بی خودی یعنی دراز خاص شده. برای این راشی میگه این به خوکوتای تلخو شتیو عملین بتوقا. یعنی چه؟ یعنی این که ببخشید اگه بخوایم به زبون خیلی ساده ترجمه بکنیم یعنی باید عمله باشیم برای تورا. عملی از کلمه عمل میاد دیگه. عمل یعنی چه؟ عمله بودن باید عمله بشیم واسه تورا. حالا چرا تورا این موضوع عمل تورا را به نام این به خوکوتای تلخو چرا اینجوری تورا نوشته؟ چرا اسمش خوک هست؟ خوک یعنی چه؟ خوک یعنی قانون خشک، قانونی که آدم نمیتونه بفهمه چرا، به این میگن قانون خشک. و اینجا به زبون عبری میگن خوک. چرا خوندن تورا، لیمود تورا چرا به نام خوک محسوب میشه در تورا؟ ببین تمام طبیعت، تمام دنیایی که الان وجود داره به زبان عبری طبیعت داره چجور میگرده؟ روی قانون. پس حکم طبیعت هم حکم یه قانون رو داره. حالا نابید میگه ایملا بریتی یومان با لیلا خوکوت شمعی و آرس رو سمتی. یعنی میگه اگر که تورا لیمود تورا نباشه در دنیا یومان و لیلا یعنی 24 ساعت، خوکوت شمعی و آرس یعنی اون طبیعت، اون چیزی که دنیا رو نگه میداره نمیشه، از بین میره، دنیا از بین میره. اینو نابی داره میگه، ما نمیگیم. موضوع ایمان نیست، موضوعی که پاسوس که نابی تو داره میگه آقا این چه ربطی به هم دیگه داره؟ به شما فکر کنید ربط نداره، ولی نابی اینو میگه اگر که ما تورا رو نخونیم خاص به شلوم دنیا میتونه دگرگون بشه. ایملو بریت یعنی چه؟ بریت یعنی بریت تورا. هشیم برخ با ما بریت بسته، عهد کرده. با چه طریقی؟ از طریق تورا. پس هم لیمود تورا بهش میگن خوک، هم طبیعت این دنیا بهش میگن خوک. بنابراین هم دیگه بستگی داره، چون این خوک هست اونم خوک یعنی قانون. بنابراین بستگی به هم دیگه داره. هشیم برخ میگه ببین شما قانون من نگه دارین، من با شما قانون طبیعت رو نگه میدارم. قانون من نگه نمیدارین، منم قانون شما رو نگه نمیدارم، واسه شما هم که کاری نمیکنم. یعنی اینجوریست که هشیم برخ با ما معامله میکنه. پس ببینید تا چه اندازه‌ای لیمود تورا واسه هشیم برخ مهمه، تا چه اندازه‌ای عمل تورا. عمل یعنی فقط موضوع کسی نیست که بشینه 24 ساعت بخواد تورا بخونه بگن عمل. نه، کسی که کار میکنه، کسی که کار میکنه و پروسا
فراسه داره، باید کار کنه. اگر این آقا هر روز 1 ساعت شعور تورا داشته باشه، هر روز بدون استثنا هر روز 1 ساعت شعور تورا داشته باشه، بنابراین چی میشه؟ این آقا میره کار میکنه. با چی داری میری کار میکنی؟ میگه من میخوام پرناسا داشته باشم که بتونم بشینم 1 ساعت تورا بخونم. میشینه غذا میخوره. آقا واسه غذا میخوری؟ چون منظورش اینه که سالم باشه، قدرت داشته باشه، بتونه 1 ساعت بشینه تورا بخونه. میره میخوابه. واسه چی میری میخوابی؟ من میخوام قدرت داشته باشم 1 ساعت تورا بخونم. اوه، پس تموم 24 ساعتی که عمر داره این آقا همش حکم خوندن توراست. حتی کار میکنه، غذا میخوره، خواب میره، هشتین بارق واسش محسوب میکنه انگار داره تورا میخونه. چرا؟ چون منظورش از تموم زندگی و عمرش اینه که بخواد بشینه 1 ساعت تورا بخونه. شاید که این منظورش این باشه. ولی کسی که میشه تورا میخوره، غذا میخوره. آقا چرا غذا میخوری؟ مالا گرسنه‌مونه غذا بخوریم. خب میره میخوابه. آقا چرا میخوابی؟ ببین خستم دیگه، اصلا جون ندارم، میرم میخوابم. چرا کار میکنی؟ یعنی چرا کار میکنی؟ نوشته برو کار میکن، مگو چیز کار که سرمایه جاودانی است کار. این مال غیر یهودی هست، مال ما نیست. سرمایه جاودانی کار، سرمایه جاودانی نه، طبق نظر تورات سرمایه جاودانی کار نیست. سرمایه جاودانی توراست، عمل تورا. حالا شما ببینید حساب بکنیم توی پارشا 48 تا کلالوت نوشته وقت و یک مقداری هم براخا نوشته این به خوکوتک تلخو چند تا براخا نوشته. بعدش نوشته به این به خوکوتک لو تلخو اگر که عمل تورا نداشته باشین، اگر که به تورا نچسبین و خصف شلوم وقت وای. بعدش 48 تا نفلانه بزرگش میبرخ میکنه میشه دشمنه اسرائیل، نه واسه اسرائیل، ولی چاره ای نیست. هشیم برخ اینجوری میخواد. هشیم برخ میخواد که ما تورا رو بچسبیم. نه فقط که موضوع اینه که میتوات انجام دادن نیست، فقط میتوات انجام دادن نیست. آقای برایان هشیم برخ میخواد که از ما عمل تورا داشته باشیم. چرا؟ چون نوشته این به خوکوتای تلخو بهت میشموتای تشمورو. خب میشموت نوشته، پس اون خوکوتای تلخو چیه؟ یعنی عمل تورا. پس فقط میشموت انجام دادن کافی نیست، آدم باید میشه تورا بخونه. حرام هم مینویسه هیچ مردی در قوم یهودیت از تورا خوندن معاف نیست. مثلا میگم مردا، چون زنا معافن از تورا خوندن، ولی هیچ مردی معاف نیست از خوندن تورا. مریض باشه، دور از جونمون کور باشه، کار باشه، پیرمرد باشه، حتی تا روز آخری که زنده است باید تورا بخونه. الان بعد میگه ما نمیگیم اینا. حالا یه نفر از کار میکنه میاد توی پنسیا، یعنی بازنشست میشه. خب بازنشست از چی شدیم؟ از کار بازنشست شدیم آقای شیرازی، از تورا بازنشستگی نداریم. تورا بازنشستگی نداره. هیچ کس نمیتونه بگه آقا من تورا رو خوندم کافیه. همچین چیزی نیست. تورا بی نهایته. تورا هیچ وقت آخر نداره. چرا آخر نداره؟ چون تورا چیز روحانیه. همونجور که اشین برخ روحانی آخرت نداره، بی نهایته، تورا هم بی نهایته. هیچ کس نمیتونه به آخر تورا برسه. این موضوع عمل توراست. اگر عمل تورا داشته باشید تمام برخا میاد. ببینید تو تورا چی نوشته؟ نوشته ملتتی شلام با آرز. اگر صلح میخواین در قوم اسرائیل، شلام میخواین، نه اینکه بشینه آقای نتانیاهو بشینه با این چریکای عرب صحبت بکنه. اینجوری صلح نمیاد. تو تورا نوشته اگر صلح ملتتی شلام با آرز، با چه شرطی؟ این به خوکوتای تلخو. وقت نوشته اوش خفته به این محرید، یعنی میریم بخوابین اصلا هیچ جای نگرانی نداریم. به حیر ابن تعبور به ارسخیم
راشی میگه حتی اگر یک کشوری بخواد با یک کشور دیگه جنگ بکنه، مثلا سوریا میخوان با مصر جنگ بکنن، مرز ندارن بین هم دیگه، میخوان از راه اسرائیل اسلحه‌شون رو ببرن که بخوان با مصر جنگ بکنن. تو تورات نوشته اگر عمل تورات داشته باشیم، حتی همچین اسلحه‌ای که توی اسرائیل بیاد که بر ضد ما نباشه، همچین چیزی هم توی اسرائیل نمیاد. جنگ نیست، صلح و صفاست، هیچ کس نمیتونه به ما صدمه بزنه. ببینید تورات داره هفت خواب ما میده، تورات به ما قول میده، ولی خب کی بشنوه؟ این همه اون هم میلیاردها خرج میکنن برای چی؟ برای صلح. میرن نمیدونم هواپیما میخرن، تانک میخرن، همه چی میخرن. آقا عقل داشته باشیم. ببینید تورات چی میگه. آمار تورات تموم، اگر تموم وزیرای توی کنیسه، تموم خبر کنیسه میشستن هر روز 1 ساعت تورات میخوندن، همه چیز حل میشد. نه بابا مگه میشه؟ ببین ما اینقدر دشمن داریم، هاشم بارخ نمیدونیم ما اینقدر دشمن داریم. و برعکس نوشته این به خوکتای دو تلخو وقت اون موقع هاشم رخته ببینید چه چیزایی نمیشه توی تورات. حتی از یک برگی که خزان باشه برگ بیفته شروع میکنیم فرار کردن. این همه ترس داشته باشیم. همش به چی بستگی داره؟ تمومش به امان تورات بستگی داره. حالا این کلارات که توی تورات نوشته، ببینیم تمام براخود که نوشته، براخودش از الف شروع میشه، این به خوکتای تلخو وقت به چی تموم میشه؟ با اولخ ادخم کبمیوت. کبمیوت با تفه، الف شروع میشه با تف. یعنی که این براخود که توی تورات نوشته درسته کمه از نظر مقدار، ولی تموم الف بتو تمومشو چیز میگه کاور میکنه. چرا از الف شروع شده به تف؟ حالا کاور کردن به فارسی چی میشه؟ روشو میباره، یعنی در آغوش گرفته تموم الف بتو از الف تا تف. ولی اون کلارات که نوشته از واب شروع میشه و این به خوکتای دو تلخو واب شروع میشه، با چی تموم میشه؟ با هه. اوت هه الادی بانه میشه هشم بیاد موشه با هه تموم میشه. پس چجوریه؟ واب از واب شروع میشه به هه، یعنی برعکس. آخه هه اولی بعد واب میاد، ولی تمام این کلارات که توی تورات نوشته از واب شروع میشه به هه تموم میشه، یعنی برعکس. چرا برعکس؟ هاشم میگه من نمیخوام واسه ما این رو بیارم، همش برعکس میشه. تمومش به خوبی ما ترجمه میکنیم. میشه به وقت یه چیزی هم شنیدم، ببینین به عبری یه کسی که میخواد بگه یه چیز، یعنی چیز درددار غم داره، میگه وای. به فارسی هم میگیم وای. ولی یه چیزی که خیلی خوشحال کننده باشه چی میگیم؟ واو. واو چجوری می‌نویسین؟ واو و هی. درست یا نه؟ حالا این براخات که این کلمات که توی تورات نوشته از واو شروع میشه به هی تموم میشه واو، یعنی خوشحالی. آقا چه خوشحالی؟ هشت براخ میخواد به ما هشدار بده. ببین مواظب باش، تورات رو از دست ندیم، تورات رو ول نکنیم. وقت اون موقع است که سیمخا میاد، خوشحالی میاد. حتی اون کلماتی که توی تورات نوشته اونم میشه خوشحالی باشه، اونم میشه همه نوشته و افاق هشم لخیت کلادا لیبرخا کی اهبخ هشم رویخ. تو تورات نوشته هشم بالا تمام کلمات رو میتونه تبدیل بکنه به برخود. چرا؟ چون ما رو دوست داره. آیا ما دوست داریم هشم برخو؟ حالا خانم‌ها میشن میگن آقا تو که همش داشتی آقا درست میکنی، صحبت میکنی، ما چی؟ چرا ما نمیتونیم تورات بخونیم؟ چرا ما رو معاف کردین؟ خانوما یک مأموریت دیگه ای دارن که حتی از تورات خوندن ما بالاتره. چرا؟ چون که اشین برای خانوما رو معاف کرده از لیمود تورات، پس حتما مأموریتی که دارن از مردا بیشتره، از لیمود تورات بیشتره. مأموریت این زن چیه؟
مأموریت زن اینه که دوره دیگه رو پرورش بده، بچه ها رو بزرگ بکنه، پرورش بده. خینوخ ילדים دست کیه آقای بنیان؟ دست ماست، دست خانوماست. خانوما خینوخ ילדים که دارن ببین یه بچه رو باید پرورش بزرگ بکنن که این بچه باید دوره دیگه، دوره آینده رو بسازه. چه اخلاقیات بزرگی دارین شما رو دوستتون. وقت این موزه چی آمدن میگن باید شیویان زخویوت باشه، یعنی زنها باید مثل مردا باشن. ولی تورا اینو قبول نمی‌کنه. تورا میگه من واسه هر کسی این مأموریت درست کردم. زنها مأموریت خودشونو دارن، مردا مأموریت خودشونو دارن. تورا اینقدر عادله، هشیم برخ عادله. هشیم برخ میدونه به کی بگه چی کار بکنی. وقتی زنها میگن باید ما متواسط الحقوق باشیم، هرچی که مردا دارن ما باید داشته باشیم. این بر ضد توراست، نه بر ضد تورا، بر ضد طبیعته. حالا چند بار اینجا گفتیم، حالا بارو خشه نمیان به ما میگن که آقا شما هم باید حامله بشین مردا. خدا رو شکر آقا ایشون از امروز به این نرسیده. حساب کنید از پیش شما تو لس آنجلس شروع میشه به ما هم میرسه. میخوام متصل حقوق باشن. نمیدونم خانوما باید تفیدین ببندن، خانوما بتونن برخا بگن. من اونجا آمریکا بودم، مامانی میاد سال بابا بود، نمیدونم تعریف کرد، سال بابا بود، 8 برخا بودیم توی خونه، 2 تا برخا کم داشتیم. ببردن گفتم ببین برخا تو تمام این ساختمون 2 تا یهودی هست، برو 2 تا مرد بیار بشین بتونین قدش بزنین. بودن رفت بیرون، مادر میاد با هم میگه خواهیم چه با ما میگه خب ما که اینجا هستیم چرا زنها نمیتونن به جای مردا اسارا بشیم؟ یعنی ببینید این سوالا رو به ما گفتم، ما این سوالا رو 20 سال پیش داشتیم تو ایران، 30 سال پیش تو ایران داشتیم، سوال داشتیم، سوال میکنین چرا مردا و زنها تو کلیسا بغل هم دیگه نمیشینن؟ این سوالا رو تو ایران نداشتیم. چرا نداشتیم؟ چون تو ایران ایمان ساده ای داشتیم. ایمانمون این بود که هر چی که تو را میگی درسته. الان عقلمون پیشرفت کرده، عقل با ایمان درست نمیشه. عقل درست برعکس ایمانه. عقل وقتی بزرگ میشه بالا میره، اون چی میشه؟ من میخوام همیشه با عقل بفهمم. ولی تورا با عقل ما جور در نمیاد. تورا مسلمه که توش عقل هست، مسلمه، ولی عقل کی؟ عقل عشمی بالا تو توراست، عقل ما نیست. آقا با من ثابت بکنین درسته. ثابت نمیخواد. وقتی من ایمان داشته باشم که اشون برخ چیزی که تو تورا نوشته درسته و اون خاص داشتمه، من احتیاج به ثابت کردن ندارم. چی نمیخواد؟ الان این موزه سیاست صحبت کردیم، ولی اینو بدونین اگر که بخوایم زندگی خوب داشته باشیم، ببینید هم به عبری میگن هم اوشر با الف و اوشر با عین، درسته؟ اوشر با الف چی میشه؟ خوشبختی میشه، درسته؟ آدم موشار یعنی آدم خوشبخت. خوشبختی از کسی که بخواد خوشبخت بشه تو این دنیا فقط تورا تو تورا نوشته. این به خودت تلخو. اگر آدم بفهمه بدونه که حقیقتا اصل تورا، اصل خوشبختی اینه. یه نفر بود، این یه ابرخ بود، یه سال پدرش بود، درست پاراشت به خوکتای سال پدرش افتاده بود. این آقا آمد که علیا بخره بخواد تورا بگه، خلاصه بهش افتاد این پاراشای کلالوت، اینو خرید، آمد راه به کلیسا بهش گفت ببین بخوای من دیگه تو بخوام بگم حرفی ندارم. نه جناب من خیالم راحته، نترسی چی بمیشه. خب میدونید از این کلیسا هستن که وقتی میتونن این کلالوت بخونن مردم همین میرن بیرون از کلیسا، همین دارن میرن. کی میمونه؟ فقط اون خزانه که اونی که داره تو را برخا گفته. آقا کجا داریم میریم؟ نه بابا کی میگه بفهمه. یا چیکار میکنن؟ میرن کسی که مسن سالداره دیگه پاش تو در قبره، میرن اینا میارن که میشه برخا بگه. چرا؟ خب که داره میرن آقا حالا این برخا هم اگه این کنارا هم بهش بچسبه مهم نیست.
یعنی ببینید تا چه اندازه چجوری فکر میکنن مردم. به هر حال ببخشید به هر حال این آقا آمد و براخای تورا گفت و تمام کلمات رو واسش خوندن. گوشتون با ما هست دیگه آقای ملایان، درسته؟ گوشتون با ما هست. آره. خب این و چند ماه گذشت از این موضوع و از آمریکا بهش اطلاع دادن که نمیدونم یه عمو داشته یه دایی داشته، این آقا هم تمام ارثیه‌شو داده به این آقا، پولدار شد. حالا 3 تا راه داشت که این پول را ازش استفاده بکنه. البته ملک و اینا زیاد داشتن. این آقا میتونست اونجا یه نفر رو بگیره که اینو اینجا رو اداره بکنه واسش و بهش پول بده، هر چی که میاد واسش بفرسته، خودش توی تورا بخونه. یه راه دیگه هم داشت که تمام ملک‌ها رو بفروشه، پولشو بیاره تو اسرائیل تو بانک بذاره، از پول استفاده بکنه. تسکره نیست. یه راه دیگه هم داشت که چیکار بکنه که خودش بلنشه بره اونجا سرپرستی بکنه به تمام املاکش. چیکار کرد این آقا؟ بلند شد رفت تورا رو ول کرد و خودش بلند شد رفت اون طرف تو آمریکا که سرپرستی بکنه تمام املاکش و همه چی که اموالی که داره. این آقا شروع کرد پولدار شدن، اینقدر پولدار شد عجیب بزرگ. آمد اسرائیل، رفت پیش هراب استیپلر که اون موقع زنده بود، رفت پیشش جناب واسش تعریف کرد. گفت جناب برم من آمدم پاراشت کلاروت رو خوندم ولی رو من اثر نکرد، بارو خشم چند ماه بعدش پولدار شدم، اینقدر پولدار شدم. رابه بهش گفت که ببین تموم این کلاروت که توی تورا نوشته همش رو تو آمده، چجوری تورا رو ول کردی رفتی پول رو بگیری؟ پس تو گویید کلاروت از تو اثر نداشتن، همشون اثر گذاشتن رود. آیا میتونیم بفهمیم که حقیقتا کسی که تو این دنیا همش تو این دنیا را گرفته، تمامش منظورش از زندگی کردن این دنیاست، این آدم زورتون بدبخته؟ آیا حقیقت میدونیم که این آقا بدبخته؟ ببخشید ما رو خطا علمان غیر خواهد اونم شهر کن یه بگاه اینقدر قبطه میخورن، اینقدر مردم ناراحت میشن، پول دارن پولاشون میره، دوباره جون میکنه تا پول بخواد در بیاره. من عذرخواهی میکنم داییم تو آمریکا یه رفتن یه خونه خریدن که باغچه هم داشت، خلاصه باغچه‌شون رو خیلی خوب درست کردن، اینقدر خرج کردن، اینجوری تعریف کنه واسه داییم خرج کردن، چه درختایی گذاشتن، چه گلایی گذاشتن، چه چیزی. خب دایی جان ازش استفاده میکنین؟ لذتشو میبرین؟ میگه نه ما ساعت 5 صبح دارم میریم سر کار، ساعت 10 شب میایم خونه. میگه که جون داره اصلا باغچه رو ببینه. خب پس واسه چی میرین شما پول میدید جون میکنین، پول در میارین، خرج چی بکنین؟ خرج باغچه چه لذتی ازش دارین؟ پیش دکتر من یک تابلو هست خیلی قشنگ نوشته، یعنی اینو دکترای چینی میگن آدم تا وقت جوونه عمرشو میذاره واسه پول، سلامتیشو میذاره واسه پول، وقتی که پیر شد و مریض شد وقت چه کار میکنه؟ الان پولشو میذاره برای جونش، یعنی اول جونشو میذاره واسه پول، بعد پول رو میذاره واسه جونش. خب چرا میکنی؟ چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی. ببینید هشیم برات چه مطلعی به ما داده، چه مطلعی به ما داده. ببین پیش تورا بخون، چقدر لذت میبری، چقدر آروم میشی تو این دنیا. وقت تورا همه چی رو میاره واسه آدم، خوشبختی میاره، نمیدونم قبطه دنیا رو نمیخوره، حسودی نداره به این دنیا، کسی حسد نداره، نه احساس دشمنی با کسی داره، احساس انتقام با کسی نداره، همه چی و تموم چیزای خوب و تورا میاره واسه آدم. حالا بیایم به ربی شمعون برسیم.
ببینید ربی شمعون کسی که لد و عامر پیش ربی شمعون نبوده خودش نمیفهمه اصلا چی هست، نمیدونی چیه. من اونجا بودم شبات، ببینید 1.5 میلیون آدم میان اونجا و از شب که شبات برخا شد اینا شروع کردن رقصیدن تا صبح ساعت 5:30 موزیک ساکت شد واسه 3 ساعت. چرا؟ تفیران میخواد بخونن. 3 ساعت تفیران خوندن، بعدش دوباره موزیک شروع کرد تموم روز تا شب. وقت مردم میان اونجا میپرن بالا میپرن پایین میرقصن. چی رقصی میکنی شما؟ چی دستون اومده؟ آیا پول دستت اومده؟ آیا توی بخت آزمایی بردی که اینقدر خوشحالی چی؟ آدم میشه فکر میکنه اینا آدم میشه خوشحال میشن میرقصن. از واسه چی میرقصی؟ ولی ببینید چه زخوتی ربی شمعون داره که آدم خوشحاله که اونجا میره. زخوتش چیه خانم ربی؟ خانم زخوت ربی شمعون اینه که تورا داشت. یک آدمی نیست که نشسته باشه نمیدونم هر روز کباب بخوره. 13 سال توی غار بودن و بلوط خوردن توی خاک نشستن یه چیز شوخی نیست. ما الان اینجا میشینیم اگر این پنکه نباشه و مزگن نباشه نمیتونیم بشینیم. حالا چجوری یک آدم توی یک غار میشینه زمستون، تابستون، بهار، هیچی نمیدونه اصلا، سرد میشه، گرم میشه، عرق میکنه نمیکنه، واسش مهم نیست. حالا چایی داره بخوره، از کجا چایی داره بخوره؟ نه چایی داره نه هیچی. یه درخت بلوط داره با یه چشمه آب که اونجا جاری میشه. 13 سال تموم بی خودی زخوت ربی شمعون زخوتش چیه؟ که این دنیا رو به طور کلی باطل کرده، به طور کلی. البته ما نمیتونیم مسلمان باشیم، درسته، ما نمیگیم که آقا بیا بشه بسیار شما باشیم، ولی ببینید میخوایم بگیم وقتی که یه نفر تورا میخونه ببینید به چه زخوتایی میتونه برسه. هر کسی در نوبه خودش. این سال لد و عامر، این سال ربی شمعون برای خواهی اینه لد و عامر. مردم بالا میشن میرن. بیشتر بچه های من اینا چیکار کردن؟ ساعت 12 شب اتوبوس گرفتن آمدن اونجا، ساعت 2:30 رسیدن اونجا، از 3 تا 5:30 رقصیدن، 5:30 من تپیرا خوندن با نت، ساعت 7 دوباره اتوبوس گرفتن برگشتن. یه شب تموم نمیخوابن. چه داری نمیخوابی؟ چرا نمیخوابی عزیز من؟ برو بخواب. نه سال ربی شمعونه، من میخوام بیام لد و عامر، میخوام برم مهران که چی بشه؟ اوه که زخوت ربی شمعون شامل ما هم بشه. زخوتش چیه؟ زخوت تورا. این ربطیست که ربی شمعون داره با این روزایی که این پاراشا رو میخونیم، روزایی است که ما داریم سفرت عامر رو میگیم. برای چی؟ برای که به خط شابور برسیم. مثل چی میمونه؟ یه نفر که منتظر یک خبر خوشی بهش میخوام بدن، به نفر بگیم آقا شما 50 روز دیگه یک گنج خیز بزرگی با کشتی با شما فرستن، 50 روز دیگه دستت میرسه، گنج خیلی بزرگ. این آقا شروع میکنه روز شماری کردن. یه روز گذشت بارو خشن، 2 روز گذشت، 3 روز گذشت بارو خشن، منتظره که گنج دستش برسه. این همین سفرت عامر اینه. ما منتظریم که چی؟ گنج دستمون برسه. چه گنجی؟ گنج تورا. برابر این عامر رو میشموریم. عامر شمردن چیه؟ چرا میسواست؟ میسواست که آهشون وقت میخواد ببینیم ما آیا منتظر هستیم که تورا رو قبول بکنیم. این میسوای عامره. از وقتی که از پسخ آمدیم بیرون از مصر تا وقتی به خشابور برسیم باید 50 روز بشموریم که نشون بدیم بشین بنوش اولم ما تشنه هستیم، ما منتظریم که یه اتفاق خوب واسمون بیفته. اتفاق چیه؟ تورا. این توراست. حالا بیاییم برگردیم روی پاراشای هفته پیش. هفته پیش چه پاراشا رو خوندیم؟ پاراشا به هر پاراشای شمیتا. هشتون برخ با دستور ده 6 سال کار بکن، سال هفته هیچ کار نمی کنی.
بعدش پاراشات به خوکوتای میاد. چه ربطی داره این دو پاراشا با هم دیگه؟ توی گمارا تعریف میکنن که یه نفر بود به نام هورکنوس. این یه پسر داشت، پسر خیلی باهوش بود و با پدرش کار میکرد. این سال هفتم که رسید، شنات شمیتا که رسید، بالاخره کار نمیکنن، کشاورزی نمیکنن. اینا نشستن تو خونه، کاری هم نمیکنن. این پسره نشست شروع کرد فکر کردن من از کشاورزی و کار چی رسید میاد. اما به پدرش گفت ببین بابا من میخوام برم تورا بخونم. میگم من میخوای بری تورا بخونی؟ گفت آره من نفشی خشکه به توقع، من تمام جونی دارم میره که تورا بخونم. پدر خلاصه بهش گفت که ببین من حاضر نیست که تو منو بری بکنی. خیلی پولدار بود، هورکنوس خیلی پولدار بود. پسرش هم الیعزر. این پسره گفت که من متاسفانه نمیخوام سرپیچی از حرف تو بکنم، ولی تورا واسه من خیلی مهمه. پدرم گفت ببین اگه منو بری بکنی از تمام ارثی که من دارم $1 بهت نمیدم. و بهش نه پول داد واسه راه، نه غذا بهش داد، هیچی بهش نداد. پسر بلند شد پیاده از شمال اسرائیل بیاد برسه به یروشلایم. پیاده، نه پول داره غذا بخره، نه پول داره نمیدونم بخواد گاری بگیره، هیچی نداره. چی خورد تو غذا توی راه؟ چی میخورد؟ خاک میخورد. رسید به یروشلایم، آمد پیش ربی یوحنان بن زکای. بعد گفت جناب من اومدم اینجا تورا بخونم. گفت خب چی بلدی از تورا؟ گفت هیچی بلد نیستم. آمد دید دهنش خیلی بد میده. گفت چرا اینقدر دهن بو داره؟ گفت جناب من الان یه هفته از تورا هستم، غذا نداشتم بخورم، فقط خاک خوردم. راوی برخاش کرد. گفت یه راسون همونجور که این بو از دهن تو در میاد، به جای این بو دیوره تورا از دهن تو بیاد بیرون. این آقا شروع کرد پیش ربی یوحنان بن زکای تورا خوندن. بزرگ شد، اینقدر بزرگ شد ربی الیعزر بن هورکنوس که حتی توی میشنا توی پیرکه آباد نوشته این یو کل خخمی اسرائیل کف مزدین اخد و ربی الیعزر بن هورکنوس کف شنیم مخریت کولم. یعنی که اگر تمام خاخامای اون دو موقع را میذاشتین روی کفه ترازو و ربی الیعزر بن هورکنوس رو بزنین روی ترازوی کفه دیگه، این سنگین تر از اون هست. این همه تورا خوند. ربی الیعزر بن هورکنوس میگه، خودش میگه قبل از که فوت بکنه میگفت اگر تموم آب دریا رو بکنین جوهر، تموم آسمون رو بکنین پوستی که بخواین گوش بنویسین و تموم نیهایی که در رودخونه ها میاد درون، اینا رو همه اشو قلم بکنین، هنوز نمیتونین به اون چیزی که من بلدم به آخرش برسیم بخوایم بنویسیم. تمام طوری که من بلدم نمیتونیم بنویسیم. اگر تمام آب دریا جوهر بشه، آقای شیرازی اصلا میتونیم فکر بکنیم یعنی چه؟ یعنی چه آدم بزرگی. خب این چی شد؟ شنات شمیتا بود. این آقا شد این تلمیذ خاخام بزرگ. شنات شمیتا که تموم شد، پدره گفت برم ببینم بچه‌م حالش در چه حاله. آقا شد بالا شد اومد یروشلایم و پیش ربی یوحنان گفت ببینم من پسر من اینجاست. گفت اسمش چیه؟ گفت الیعزر. گفت الیعزر اسم پدرش چیه؟ گفت اسم من هورکنوسه. گفت آره پسر تو اینجاست. گفت من میخوام ببینمش. گفت صبر کن الان باید دعواش بکنه. صبر کن دعواش بکنه اون وقت باید صحبت بکن باشه. الیعزر بن هورکنوس میاد شروع میکنه دعواش کردن. دیگه تورا میگه که هیچ کس اصلا توی عمرش هم چیزا رو نشنیده. پدره میاد پسرشو بغل میکنه میگه اگر تا اینجا آمدم فقط ببینم که تو اینقدر عاقل هستی، اینقدر تورا خون هستی، واسم کافیه. و الان من میشینم و اون نیده رو بکنم لغو میکنم که تمام ارثی من به تو برسه. ببینید شنات شمیتا منظورش چیه؟ شنات شمیتا منظورش اینه که آدمیزاد همش کار میکنی آقا، 1 سال تا اون کار نکن، چی کار بکنم؟ برو بشین تورا بخون.
یک سال تموم. آقای کن در حال اگر یک سال تموم من وقت دارم و نمیتونم کار بکنم، پس فکرم توی کار نیست. چرا؟ چون شمیتاست. آقا کاری نداریم بکنیم. مثل چی مونه؟ مثل روز کیپور. روز کیپور آدم فکر کاره؟ نه، فکر کار نیستیم. تو چه فکر هستیم؟ فکر تفیلا. روز شبات فکر کار نیستیم. تو چه فکر هستیم؟ شبات رو نگه داریم. سودات شبات، میتوات شبات. همونجوری هم شمیتا یک سال کار نمی کنیم. تو چه فکری هستیم؟ نمیتونیم چک بکشیم، نمیتونیم چی؟ کشاورزی نداریم، هیچ کار نداریم بکنیم. چی کار بکنیم؟ میشونیم تورا بخونیم. چند تا از این بزرگای اسرائیل اصلا میشه شمیتا به بزرگی رسیدن. چند تا از بزرگای اسرائیل. پس این به خوکتای تلخو چرا چسبیده به پاراشای شمیتا؟ نشون واقعا میخواد بگه ببین اگر که شمیتا رو نگه داری وقت میتونی به این به خوکتای تلخو برسی، میتونی اعمال تورا داشته باشی. چقدر این برخ فکر ما هست، میخواد ما خوب زندگی بکنیم. یه بار گفتیم یه نفر عشیر میاد پیش خزانه‌ایش بهش چک میده $5,000,000 برای یشیباش. یه چک یه $5,000,000 بشه میده، میگه آقا جناب برم اینا بعدن واسه یشیبا خرجتون بگذاره. خزانه‌ایش چک رو میبینه میگه واه $500,000 نوشته. خوشحال شد، آمد به این آقا گفت ببین من قبطه تو رو میخورم واسه اون دنیات، ولی واسه این دنیات قبطه من نمیخورم، حسادی واسه این دولت نمیبرم. یکی از شاگردان اونجا نشسته بود گفت حتما جناب راب پیر شده قاطی کرده خسب شلوم. یعنی چه؟ اون دنیا که این آقا نداره، که این آقا همش عشیره، فقط این دنیا رو داره. تو میگه قبطه اون دنیاشو میخوری، این دنیا قبطهشو نمیخوری. درست برعکس باید باشه. این آقا رفت شاگرد نمیتونست خودشو نگه داره، گفت جناب رب ببخشید یه سوال دارم عذرخواهی میکنم، من درست نفهمیدم شما چی گفتین، درک نکردم، شما حاضری واسه من تشریح بکنین چی گفتی؟ گفت آره ببین این آقا با پول خودش تورا رو داره میخره، با پول خودش داره تورا رو نگه میداره، پس اون دنیا رو داره که چی؟ که تورا رو نگه داشته، باید من قبطه بکنم به اون دنیاش، ولی این دنیا رو نداره. چرا؟ چون دائم فکر پول، همش سرگردونه، همش توی فشاره واسه این دنیا، پس این دنیا رو نداره. من قبطه این دنیا رو نمیخورم. یعنی اگر بخواید حقیقت رو بدونیم، متاسفانه الان با آقای شناسی صحبت می‌کردیم، متاسفانه مردم اونجا نشستن قبطه خانم اینایی که ثروتمند هستن و اینا قبطه اینا رو میخورن، میشن هنرپیشه‌ها رو میبینن قبطه هنرپیشه‌ها رو میخورن. ببین چقدر پول دارن، چه زندگی دارن، تو زندگیشون چی دارن، نه خانواده دارن، نه شوهر دارن، نه بچه دارن، قبطه چی رو میخوریم؟ حالا ببین من 4 سال 5 سال پیش رفتم آمریکا، خواهرم اومد گفت ببین یه خانواده اینجا هستن اینا بانک درست کردن واسه خودشون، میدونی اینا چی شدن؟ بانک شدن. اون موقع من شروع کردم با یکی از خانواده اینا یکم جور بشیم، ازشون کمک بگیریم، قبطه اینا رو میخوردن. این خانواده پاشیده شد، متاسفانه پاشیده شدن، تمام هرچی انبار داشتن از دست دادن، خیلی ازن نمیدارن، اینقدر وضع بد دارن. خب اون موقع قبطه‌شون رو میخوردن، الان چی؟ الان قبطه‌شون رو میخوری؟ اشاره که واسه هیچ کس هم چیزی در نیاد از خاص بشه. خیلی وضع سختیه، خیلی آمین. ولی اینو بدونین، یکی از بزرگای سن میگفت آدم باید بگه باروخ هاشم شأنی رو عشیر، که من عشیر نیستم. آدم بگه هر روز باید بگه باروخ هاشم که من پول ندارم، هر روز باید بگه باروخ هاشم من پول ندارم. چرا؟ اگر پول داشتم وای خوب شروع کنم فکر میکنم آقا این پول رو من چیکار بکنم باش، کجا بذارم،
که پول در از بین نره، ندزدن. به سرمایه بخوام گذاری بکنم تو کوچه چی سرمایه گذاری بکنم؟ چه ملکی بخرم؟ کجا بخرم؟ نیفتم. هزار و یک چیز داره، اصلا شب نمیتونه بخوابه. نگرانی پوش. این شلوماملک عاقل بود، میگه اوشر شمور به علم لرعتو. میگه کسی که پول داره، این پوله اینو پولو گذاشته برای کی؟ برای خود صحابه، برای بدیش. یعنی پول خوبی نمیاره، پول خوشبختی نمیاره. خوشبختی یک یهودی به کجاست؟ به تورات. و متاسفانه الان همه چی عوض شده، عقلامون عوض شده. حالا یا تورات حقیقته، یا چیزی که مردم بیرون میگن حقیقته. حقیقت کجاست؟ آیا من میتونم بگم آقا تورات الان دیگه این چیزا که شما میگین اینا دیگه نمیتونه این روزه باشه، این روزه نمیتونه باشه، این روزا عوض شده و اصلا دوره عوض شده، نمیتونه این چیزی که داره میگی آقا با این روزه نمیکنه. همه مردم میتونن بگن آقا این روزا عوض شد، تو راجع به 500 سال پیش 100 سال پیش داری صحبت میکنی. اون موقع حرف درست بود، مردم نمیدونم عقل نداشتن، سواد نداشتن، نمیدونم توی دانشگاه نمیرفتن، هیچی نداشتن، خب میشن تورات بخونن. ولی امروزه ببینید دنیا پیشرفت کرده، ببینید چه دانشمندای بزرگی دارن در میان. آیا حقیقت پیش کی هست؟ حقیقت پیش توراست یا حقیقت پیش مردمی است که تورات نخوندن؟ خود همون وزیر دارایی ما که با مخشم یه وزیر دارایی خیلی عاقل دست آوردیم در این دوره، اینقدر عاقله که آمده میگه که بچه بخولای یشیوا باید دارن سربازی. مثل چی میمونه؟ مثل یه نفر که روی درخت، روی شاخه درخت نشسته، خودشو داره اون شاخه رو داره اره میکنه، آخرش خودت میفتی. ببینید چقدر چشمشون کوره، هیچ چیزی نمیبینن، حقیقت رو نمیتونن ببینن. وقت اینا هم سرایت میکنن رو همه مردم دیگه. متاسفانه مردم هم همه خیلی زود بله خیلی تمام مطبوعات اثر میذاره رو آدم، به جایی رسیدن که فکر میکنن که اونا درست میگن، حرف دارن. ما به چی رسیدیم؟ به کجا میخوایم برسیم؟ پس ببینیم تورات با ما شرط کرده این به خوختای تله خود تمام برا خود هست، از الف تا تف برا خود هست. یکی بود رفت توی عروسی، آمدن رسول آقا عروسی چجوری بود؟ گفت متسویان می الف اتف. و الف اتف چیه؟ گفت الف اوخل، تف تیزمورت. اگر اوخل و تیزمورت خوبه، از الف تا تف درسته همه چی. حالا لحظیم ما داریم میگیم تورات تمام برای خود از الف تا تف هست، تمومش توی چند تا کلمه برای خود که نوشته، همه الف تا تف توش هست. تمام کلمات، تمام حروف تورات که اشون برای ما تورات داد با این حروف توی برای خود نوشته شده. شرطش چیه که برای خود داشته باشیم؟ شرطش اینه که تورات بخونیم، هر کسی به نوبه خودش. ولی یک یهودی که اگر حتی یک روز ازش بگذره که شعور تورات داشته باشه، این آقا در سکنه است، خودش در خطر انداخته. خاص بشه اون برای که تو تورات نوشته شاید بهش نچسبه. و اینکه داریم تو این دوره داریم میبینیم، ما دوره قدیم هم دیدیم، ما دوره 40 سال 50 سال پیش دیدیم که مردم که ساده بودن، امونای ساده داشتن، بیشتر تورات میخوندن. تو ایران چیکار میکردیم؟ وقتی سال بود آقا چیکار میکردیم تو ایران؟ سال که بود یه مولا میشوندن، درسته یا نه؟ مولا میشوندن. مولا چی بود؟ چیکار میکرد؟ میاد میشیست از صبح تا شب میخون. چی میخونی؟ جبر میخونی؟ یا نمیدونم ریاضیات میخونی؟ چی میخونی؟
آقا میشه ظاهر میخوند، تیرین میخوند، خب که چی بشه؟ پولم بهش میدادن. آقا این علافه، کاری نداره بکنیم، میشه تورا میخونه، چه پولی بهش میدی؟ ولی اون موقع امونه بود، امونه داشتیم. واسه یه نفر که رفته سالش هست، آره باید مولا بشونیم. چرا مولا بشونیم؟ چون ما خودمون بلد نیستیم تورا بخونیم. میدیم به یه نفر که تورا بخونه. الان با آقای شیرازی اینجا چه بودن؟ این هفته پیش بود، با ایشون ما بلند شدیم رفتیم نهریه. ایشون از لس آنجلس هواپیما گرفتن اومدن اینجا، 10 روز اینجا هستن و منم نه که قصدشون دارم شکایت میکنم، نه، منم یک روز تموم وقت ما گذاشتم با آقای شیرازی بلند شدیم رفتیم نهریه پیش ربی دوید ابوالخطیرة. یه روز تموم گذشته، ایشون اینقدر خرج کرده، پول هواپیما، پول هتل، 10 روز تموم اونجا رو بکنم بیان اینجا، بریم پیش کی؟ بریم پیش ربی دوید ابوالخطیرة. چی داره ربی ابوالخطیرة؟ چی داره؟ دیشب نمیدونم شنیدین یا نه؟ دیشب بارا نرسم ما بخوابیم. دیشب تا ساعت 12 شب مسابقه بسکتبال بود، چی بود نمیدونم. وای داد میزدنش. خب حالا اون بازیکن بزرگ توی بسکتبال اسرائیل اسمش چیه؟ من نمیدونم، من نمیفهمم. آیا الان که این آقا برده، آیا یه نفر میگه دونه پیشش میگه آقا منو برخا کن؟ آقا شیرازی یه پیشه این منو برخا کنه؟ کسی هست؟ چیکار میکنیم؟ بالا میشه پیشه نهریه، پیشه یه راف که توی یک گوشه نشسته تورا میخونه، بیا برخا کنیم. ببینید هممونی متاسفانه با یه لیست بزرگ از خالین و خالات بله آره یه لیست بزرگشون آورده بودم، از منم خودم لیست آوردم، منم اینجا خودم لیست داشتم، ایشون یه لیست آورده بودن، رفتیم اونجا که این لیست رو بدیم به جنابم گرفتن ایشونو. آره باروخشه رفتیم، آره باروخشه ایشون هم یک شلیخ هستن از لس آنجلس. یعنی مردم ایمان دارن، میدونن که یک نفر که احتیاج به برخا داره باید از کی بگیره؟ باید از یه رب برخا بگیری. برخا واسه چی؟ واسه پرناسه، واسه ازدواج، واسه همه چی، واسه سلامتی، واسه همه چی. برخا از کی بگیریم؟ این از رب میگیریم. رب چی داره که من ندارم؟ رب مثل منه، یک آدمی زاده، ولی یه چیز داره که من ندارم. رب تورا داره، من ندارم تورا رو. اون تورا است که بهش قدرت میده. حالا فقط بگه آقای شیرازی اینجوری کردن، همه مردم دیروز میدونی یک اتاقو در میرون واسه یه شب 7000 شکل اجاره میدادن. حالا نگرفتن جا رو. من دخترم میخواست بیاد، تلفن زده بود، بهش گفتن 3000 شکل میخواد. گفت من 2 دقیقه بهتون جواب میدم. تلفن زد به یه نفر دیگه که آیا اون جا داره نداره، گفتم جا نداره. تلفن زد به اونا، گفتم ما دیگه جا رو گرفتن، جا نیست دیگه. 2 دقیقه تلفن زده بودیم من اون جا رو گرفتن. 3000 شکل واسه چی پول بدیم آقا؟ هر بنیو ایشون با تمام شاگرداش میان توی بیرون، یک هفته تموم اونجا میشینن، ظهر رو برخا میکنن. امسال به من گفتن که تمام خرج عرب بنیو در اونجا 3 میلیون شکل هست که ایشون خرج میکنن در میرون. 3 میلیون شکل میشه تقریبا 1 میلیون دلار. 1 میلیون دلار واسه چی خرج بکنیم؟ آقا با 1 میلیون دلار میشه یه خونه عالی خرید. 1 میلیون دلار خرج چی؟ خرج این که مردم بیان اونجا بشینن غذا بخورن، بشینن یه تورا بخونن که چی بشه؟ کجا رو گرفتیم؟
حیف نیست این دادن پول. حالا فقط ایشون فقط هستن. ببینید 5 میلیون آدم میان اونجا، سعودات شبات شالوش سعودات روز حضرت با عامر سعودا، اینا همه چی مجانی میدن به مردم. شما ما رسیدیم اونجا، از اتوبوس که پیاده شدیم یه نفر بغل در اتوبوس نشسته بود، واسطه بود، به همه آرتیک میدن. آرتیک میشه بستنی یخی، به همه آرتیک میدن. پول؟ نه چه پولی آقا، این مال شماست مجانی. 10 قدم راه رفتیم، آمدن گفتن آقا بیا نوشابه، فهمید نوشابه هر کی میخواد. دوباره 10 قدم دیگه راه رفتیم، آمدن به مو ساندویچ دادن. همینجوری بخریم بخوریم بیا بگیریم، نمیخواد بخریم بخوریم بخوریم هر چی اینقدر پول خرج میشه اونجا واسه 2 میلیون نفر واسه 2 روز. حساب بکنیم چقدر باید خرج بکنن. این همه پول میره واسه کی؟ واسه یه نفر که 2000 سال پیش فوت کرده؟ نه این نیست، این زخوت توراست. زخوت تورا شامل ما میشه. ببینید یک کمی اگر چشمون رو روشن بکنیم، یک کمی اگر حقیقتا واقع بین باشیم، این چیزا رو آدم میبینه، ببینه واقعیت کجاست. واقعیت تو این نیست که ما بریم بگردیم بشینیم غذا بخوریم، نمیدونم کباب ببریم دم دریا، یا بریم دنبال ماشین آخرین سیستم بگردیم یا خونمون خیلی قشنگ باشه. واقعیت تو این چیزا نیست. آقا خونتون استخر داره؟ نه. استخر نداری تو خونه؟ چه خونه ایه؟ چه فایده ای داره؟ متاسفانه حالا ما که میخوایم این خونه بخریم دنبال چی میگردیم؟ دنبال چی میگردیم؟ سوکا ببندیم آقای شیرازی. دنبال استخر میگردیم ما. چرا؟ چون خونه داریم میسازیم، ما میخوایم میتوا انجام بدیم. یعنی اگر که هر کسی که هر کاری که میخواد بکنه همیشه آخر فکرش چیه؟ که به میتوا برسه. تمام کاری که میکنی جسمانی تو این دنیا هم، تمام کاری جسمانیش هم بستگی به چی داره؟ به روحانیت داره. همش روحانی میشه. همونجور که گفتیم من این پایه و پایه یهودیت میده. این پایه باید در نظر بگیریم. توی تورا هشیم برخ بی خودی کلارات نمی نویسه که میخواد به ما هشدار بده مواظب باش اشتباه نکنی در زندگیت، مواظب باش راه انحراف نری. اما متاسفانه الان اجتماع خیلی کشش داره. اجتماع یه قدرت مغناطیسی داره که مردم به خودش میکشه. بستگی داره به در کدوم اجتماع باشیم. اگر اجتماعی باشیم که همش دنبال این دنیا میگردن، آدم روش اسارت میکنه. ولی اجتماع روحانی آدم دنبالش بگرده، او اجتماع روحانی دنبال این بگردیم، دنبال ایجاری بگردیم که حقیقتا به روحانیتون کمک بکنه. اینا را ما همون میدونیم با روح خشم، ولی چون برنامه توی اینترنت داره میره، من اینا دارم میگم که مردم یکم مشکل بشن. اینقدر دنبال چیزای مادی نریم. الان معنویت توی زندگیمون نیست، همش مادیاته. آقا یه تلفن تازه آمده توی بازار، تلفنمون کهنه شده، نه دیگه ما تلفن استفاده نمی‌کنیم، بریم تلفن بخریم، بریم آیفون بخریم. چرا؟ بابا بدون آیفون نمیشه زندگی کرد. چجوری تا 10 سال پیش بدون آیفون زندگی می‌کردیم؟ تا 15 سال 20 سال پیش اصلا تلفن دستی نبود. چجوری زندگی می‌کردیم؟ حالا سوالش می‌کنیم. راست میگی، حق داری تو. ما زندگی نمی‌کردیم اون موقع که تلفنش نشد زندگیمون گذشت. شما خانم‌ها یادشونه تا 40 سال پیش 50 سال پیش ماشین رخشویی تلفن خونه، آره اصلا ماشین رخشویی نبود. پریموس داشتیم یا اون اجاقایی که با نفتی بود، فتیله بود، با این قدم می‌پختن. زندگیمون می‌گذشت نه؟ گوشتی کاشف که حاضر آماده نبود. آره بله، آره همه داشتیم، همه چی داشتیم تو خونه.
من یادم مادر من یک روز در دو هفته یه روزش میرفت برای کاشت کردن گوشت. تو آب بذاریم، تو نمک بذاریم. حالا این همه فراوانی هست تو این دنیا، همه شده مادیات، ولی معنویت نداریم تو زندگیمون. یعنی به این میگن پیشرفت. آیا حقیقتا آدم باید سوال بکنه از خودش، آیا ما داریم پیشرفت میکنیم؟ اگر آدم عقلش رو به کار بندازه میگه به پیشرفتی نیست، ما داریم پسرفت میکنیم متاسفانه. خب وقت دیگه نمیخوام بگیرم زیاد، کافی صحبت کردیم. اشاره کردیم برای به سقوط تورا واسه همه خوبی بیاره، واسه همه سلامتی بیاره، سقوط تورا شامل هممون بشه، به ازای به خوبی زود گولا شنما داشته باشیم. باشه اسکلو بیاد به ازای برای به زودی زود بفرمایید.